در بین دو شرکت چینزر از صاحبکار چینی و نقش از تاجیکستان بحث مالی سر زده است. چژن چوسین صاحبکار چینی و مدیر شرکت چینزر میگوید کارشریک تاجیکستانیش نقش از دادن $400,000 سرپیچی میکند. مدیر اجرایی این نقش در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت پس از پرداخت نصف پول توافق شده شرکت با مشکلی مالی روبرو گشت و به زودی قرض مانده را خواهد پوشاند. صاحبکار چینی در سال 2016 به وسیله یک ترجمان برای استخراج اطلاع از کان شوگناف به شرکت نقش سرمایه گذاری کرده است. شرکت او به نام چینزر نیز همان سال در اداره های دولتی تاجیکستان نامنوی شده. گفته می شود مالک شرکت نقش از نزدیکان خانواده رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان است. صاحب شرکت چینی می گوید پس از توافق با کمیته تجارتی پکین به عنوان سرمایه گذاری خصوصی با نقش همکاری را آغاز کرد، ولی با سرمایه گذاری $3 میلیون همکاری دو جانبه به مشکلی روبرو گشت. بعد از آغاز بحث و تلاش چند ساله با امرالدین نقشوف مدیر شرکت نقش به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه خرج شده به من $800,000 میدهند و دیگر برای مبلغ دعوا نمیکنم. با وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همگی $400,000 برگردانیدند و بس. میگوید چژن چوسین در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به یادداشت دیپلماتی سفارت چین در دوشنبه از 2 ینور سال 2024 ذکر شده است که شرکت نقش و چینزر به سازش رسیدند که بقیه پول تا 3 ینور سال 2024 برمیگردانند. بانو چژن میگوید با گذشت زیاده از 4 ماه از وعده آخرین دیگر امرالدین نقشوف را پیدا کرده نمیتواند. مدیر اجرایی نقش وعده میدهد که باقی مانده مبلغ را برمیگرداند، اما کی نامعلوم. 5 سال باز منتظرم، از بانک‌های چینی قرض دارم، برگشته نمیتوانم. نماینده شرکت نقش در صحبت تلفنی وجود این بحث را تصدیق کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. هم صحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیوی آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خانه علیان شد و یک شرکت حقوقی چین نیز وارد بحث شده از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری میکنند. جانب‌های بحث تایید کردند که روزهای نزدیک با هم دیدار و موضوع را بررسی میکنند. این بحث در حال سر زد که شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی در چندین کان طلا و معدن‌ها شریک طرف تاجیکستانند. با آنها امتیازهای زیاد داده شده است. این بحث میگوید یک کارشناس تاجیک میتواند به فضای سرمایه گذاری و ایمیج دولت تاثیر رساند. چون این واقعه ها به فضای سرمایه گذاری نهایت خطرزا است. سرنوشت این سرمایه گذار میتواند برای سرمایه گذاران دیگر نمونه شود که پیش از آن که در اقتصاد ما یگان تنگه دهند 10 بار فکر کنند. میگوید فاضل جان فتولایف. در گذشته نیز چنین بحث ها با سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها به میان آمده بود. یکی از سبب‌های اساسی ناشفاف بودن همه روند سرمایه گذاری و تقسیم درآمد است.